غروب 8 اکتبر سال 2005 در رختکن کوچک و نمور ورزشگاه شهر امدورمان سودان 20 و چند مرد قوی هیکل زانو زده بودند. پیراهنهای نارنجی خیس از عرقشون به تنشون چسبیده بود. اونها چند دقیقه قبل یک معجزه رو روی زمین چمن رقم زده بودند. سودان رو برده بودند و برای اولین بار در تاریخ بلیت صعود به جام جهانی فوتبال رو گرفته بودند. منطقاً این باید شادترین لحظه تاریخ یک ملت باشه، اما داخل رختکن هیچ کس نمی رقصید، هیچ کس فریاد شادی سر نمی داد و سکوتی سنگین و خفه کننده هوا رو پر کرده. بیرون از این رختکن، در خانه ها و خیابان های زادگاه اونها ساحل عاج، کیلومترها دورتر 3 ساله که صدای ترقی شنیده نمیشه. فقط صدای مداوم شلیک کلاشینکوف فضای اون کشور رو پر کرده. کشور به 2 نیم تقسیم شده. شمال در دست شورشیان مسلحه و جنوب در کنترل ارتش. مرز میون اونها رو بوی خون و بارود پر کرده. جنگ داخلی کشور روزی با ثبات و ثروتمند رو به یک ویرانه بیبدیل تبدیل کرده. در میون رختکن یک مرد ایستاده. اون بت جادویی مردم ساحل عاجه، دیدی دروگبا. او به یک دوربین تلویزیونی که به صورت زنده برای کل کشور پخش میشه خیره شده. دروگبا میکروفون رو میگیره، همتیمیاش دورش زانو میزنن و دوربین روی چهره غرق در عرق و جدی دروگبا زوم میکنه. اون رو به دوربین، رو به مردمی که در شمال و جنوب یک کشور تکه تکه شده دارن اونو تماشا میکنن صحبت میکنه. اما این یک مصاحبه ورزشی نیست، یک بیانیه‌ای در مورد بحران. دروگبا میگه مردان و زنان ساحل عاج، از شمال، از جنوب، از مرکز، از غرب، ما امروز به شما ثابت کردیم که تمام مردم این سرزمین میتونن در کنار هم همزیستی کنن، برای یک هدف مشترک بجنگند. ما به شما قول صعود داده بودیم و جشن گرفتیم. سپس اتفاقی میفته که هیچ کس انتظارش رو نداره. دروگبا، این ستاره میلیون دلاری فوتبال جهان، همراه با تمام اعضای تیم ملی روی زانوهای خود به خاک میافتند. اونها مقابل دوربین زانو میزنن، دستانشون رو به حالت التماس بالا میارن و صدای دروگبا میلرزه، اما محکم، و میگه از شما خواهش میکنم، از شما التماس میکنم، زانو میزنیم تنها در کشوری که به شما احتیاج داره. ببخشید، شما رو ما رو ببخشید که زانو میزنیم، چون ما در کشوری زانو میزنیم که تنها کشور ثروتمند آفریقاست و نباید این گونه در اون جنگ به وجود بیاد و اونو نابود کنه. سلاح‌ها رو زمین بگذارید، انتخابات برگزار کنید و این بازی رو تموم کنید. برای چند ثانیه نفسها در سینه حبس میشه و سپس اتفاق عجیبی میفته. شورشیان مسلح در جنگل‌های شمال و سربازان خسته در پست‌های بازرسی جنوب تفنگاشون رو پایین میارن، به صفحه تلویزیون خیره میشن و در اون شب برای اولین بار در 3 سال گذشته هیچ گلوله‌ای در ساحل عاج شلیک نمیشه. این تیم فوتبال بازی نکرد. اونها داشتن یک کشور در حال سقوط رو روی دستهاشون نگه می داشتن. این قوی ترین داستان سرزمینیه که یاد گرفت چطور در تاریک ترین لحظات فروپاشی به دنبال یک ریسمان برای زنده موندن بگرده. اگر از پنجره ایستگاه فضایی به این تیکه از غرب آفریقا نگاه کنید، همه چیز شبیه یک نقاشی آروم و بی‌نقصه. یک مربع منظم روی نقشه که ضلع جنوبیش به موجهای سنگین اقیانوس اطلس تکیه داده و از درون با جنگل‌های بارانی انبوه و فشرده فرش شده. در ظاهر این جغرافیا یک بهشته، اما اگه کمی نزدیک بشید متوجه میشید این خاک مثل یک آهنربای غول‌پیکر بحرانهای غرب آفریقا رو به درون خودش کشیده. جغرافیا در ساحل عاج خط مقدم تمام نبردهاست. داستان این جغرافیا از اقیانوس شروع میشه. ساحل عاج رو برخلاف همسایگانش دارای یک مزیت هولناک میکنه.
خط ساحلی عمیق که همیشه باعث شده کشتی‌های بزرگ تجاری بتونن به راحتی توی اون پهلو بگیرن. همین ویژگی پای استعمارگران رو باز کرد و نام کشور رو برای همیشه به یک کالا پیوند زد: ساحل عاج. اما فاجعه اصلی نه در دریا بلکه در خاک سرخ و مرطوب بخش‌های داخلی رخ داد. این خاک مرغوب ترین بستر جهان برای کاشت کاکائو بود. جنگل‌های انبوه جنوب در تضاد شدید با دشت‌های خشک و بیدرخت شمال قرار داشتند. این فقط یه تفاوت اقلیمی ساده نبود، این آغاز یک گسل ژئوپلیتیک برای این کشور بود. جنوب مرطوب و جنگلی مرکز ثروت، بنادر و زمین‌های کشاورزی انبوه شد و شمال خشک محروم و دور افتاده باقی موند. این شکاف جغرافیایی کشور رو به دو دنیای کاملا متفاوت تقسیم کرد که زبان همدیگر رو هم به هیچ عنوان نمیفهمیدن. اما تله اصلی این جغرافیا زمانی فعال شد که ساحل عاج به دلیل رونق اقتصادی به یک جزیره ثروتمند در میان همسایگانی فقیر و قحطی زده در آفریقا تبدیل شد. در شرق غنا، در غرب لیبریا و گینه و در شمال بورکینافاسو و مالی، مرزهای این کشور چیزی جز خطوط فرضی روی کاغذ نبودند، چون جنگل‌های متراکم و غیر قابل کنترل در مرزهای غربی رو تبدیل به مخفیگاه و شاهراه عبور شورشیان و قاچاقچیان اسلحه از جنگ‌های داخلی لیبریا کرده بودند. بحران همسایه‌ها همیشه مانند یک بیماری واگیردار از میان درختای جنگل‌ها عبور می‌کرد و به قلب ساحل عاج می‌رسید. از سوی دیگه خشکسالی شدید در کشورهای محصور در خشکی مثل بورکینافاسو میلیون‌ها نفر رو مجبور کرد به سمت جنوب حاصلخیز یعنی ساحل عاج سرازیر بشن. جغرافیای اونها باعث شد این خاک افراد زیادی رو به اونجا بکشونه تا روی زمینهای کاکائو کار کنن. برای چندین دهه این جابجایی جغرافیایی مثل یک موتور محرک اقتصادی عمل کرد. اما وقتی چرخ اقتصاد پنچر شد، همین جغرافیا به یک انبار باروت تبدیل شد. مردمی که زمینها رو تصاحب کرده بودند با بومیانی که خود را مالکای واقعی اون خاک میدونستند رو در رو شدند و درگیری به وجود اومد. جغرافیای ساحل عاج فراتر از کوهها و رودها داستان خاکیه که ثروتش همسایگان و مرزهای نفوذناپذیرش رو کاملا محکوم کرده که همیشه در هراس از یک انفجار درونی زندگی کنه. مورخای فرانسوی دوست داشتن ساحل عاج رو معجزه بنامند، الگویی برای تمام قاره آفریقا. اما برای فهمیدن اینکه این معجزه چطور به یک کابوس تبدیل شد، باید به سال 1960 برگردیم. روزی که فرانسوی ها پرچم خود رو پایین کشیدن و این تکه خاک به شکل مربع رو با تمام گسلهای مخفیش به مردی به نام اوفه و بوانی سپردن. بحران شکل‌گیری ساحل عاج توی یک کلمه خلاصه میشد. کلمه‌ای به نام تصنعی بودن. قبل از اینکه نقشه‌کش‌های پاریس با خطکش‌های خودشون روی نقشه غرب آفریقا خط بکشن، چیزی به نام ملت ساحل عاج وجود نداشت. این جغرافیا محل زیست بیش از 60 قوم و قبیله مختلف بود که هیچ زبان، دین یا پیشینه مشترکی با هم نداشتند. پادشاهی‌های بزرگ و سازمان یافته در شرق و آب و اجداد بدوی در غرب هیچ گونه تناسبی با هم نداشتن. فرانسوی‌ها همه اونها رو توی یک ظرف ریختن و در اونو بستن و نامش رو کشور گذاشتن. اوفو بوانی اولین رئیس جمهور بیش از 3 دهه با مشت آهنین اما دستکش مخملی بر این ظرفی که نامش کشور شده بود حکومت کرد. اون میدونست روی یک انبار باروت نشسته. فرمول او برای مهار بحران شکلگیری ساده ای از پول و فرانسه بود. اون برخلاف تمام رهبران آفریقایی اون زمان به جای دشمنی با استعمارگران سابق دست اونها رو فشرد. مستشاران فرانسوی در ادارات مانند یک ارتش رفتار میکردند.
ارتش فرانسه هم یک پایگاه بزرگ در کنار پایتخت تأسیس کرد تا ضامن بقای اون حکومت باشه. بهای این ثبات چی بود؟ تبدیل کردن کشور به یک مزرعه بزرگ کاکائو برای تأمین بازار بزرگ جهانی، به خصوص اروپا. بوانی برای اینکه این مزرعه را بچرخونه به میلیون ها کارگر نیاز داشت. اون درهای مرزهای شمالی رو باز کرد، به قبایل همسایه از بورکینافاسو و مالی گفت بیایید زمین ها را بکارید، خاک مال کسیه که روی اون عرق میریزه. برای 30 سال قیمت جهانی کاکائو بالا بود و پول مثل سیل در رگهای آبیجان، پای تخت این کشور، جاری میشد. آسمون خراش ها بالا می رفتن و به این شهر لقب پاریس آفریقا داده بودند. اقوام مختلف به خاطر رفاه خشم خودشون رو پنهان میکردن، اما این یک ثبات واقعی نبود، یک خواب مصنوعی بود. کشور به جای اینکه بر پایه یک هویت ملی مشترک شکل بگیره، بر پایه قیمت جهانی کاکائو شکل گرفته بود. در اواخر دهه 1980 فاجعه رخ داد. قیمت کاکائو در بازارهای جهانی به شدت سقوط کرد. منبع پول خشک شد و ناگهان نقاب از چهره معجزه افتاد. پیرمرد حاکم بوانی در سال 1993 درگذشت، بدون اون که برای مردمی که حالا دیگه پولی برای تقسیم کردن نداشتن یک هویت واحد ساخته باشه. اون رفت و وارثاش موندن، با کشوری که توی اون قبایل جنوب خود رو صاحبای اصلی خاک میدونستن و کارگرای مهاجر شمال خود رو شهروند فراموش شده. تاریخ شکلگیری ساحل عاج داستان ساختن یک عمارت مجلل و گران قیمت روی یک زمین سست و لرزان بود. عمارتی که با اولین باد موافق آماده فروپاشی شد. یک نام چطور میتونه همزمان بزرگترین ثروت و عمیقترین گره هویت یک ملت باشه؟ برای فهمیدن این موضوع باید به 5 قرن پیش برگردیم، به روزی که ملوانان فرانسوی و پرتغالی روی عرشه کشتی‌ها با دوربینای خودشون به خط ساحلی این منطقه زل زده بودن. اونها نه به مردم این خاک اهمیتی میدادن، نه به فرهنگشون، و تنها چیزی که چشمان طمعکارشون رو خیره کرده بود عاجهای سفید، انبوه و درخشانی بود که از شکار فیلهای این جنگل‌ها به دست می آوردن. اونها روی نقشه ها با خطی زمخت نوشتن ساحل عاج. این نام یک هویت انسانی نبود، یک برچسب معاملاتی بود. تجارتی خونین که فیلها رو منقرض کرد و انسانها رو به بردگی کشید. وقتی کشور استقلال یافت، این استعماری که به عنوان رسمی اسم ساحل عاج رو برای اون گذاشت، باعث شد اون اسم روی این کشور بمونه. اما بحران نام زمانی آغاز شد که زبانهای مختلف اون رو ترجمه کردن. انگلیسی ها چیز دیگه ای میگفتن، آلمانی ها چیز دیگه ای میگفتن و دولت برخاسته از دل بحران بعدها در بیانیه رسمی به جهان هشداری عجیب داد. هیچکس حق نداره نام ما رو ترجمه کنه. ما کالا نیستیم. ما ساحل عاج هستیم. این یک بیانیه رسمی به جهان هشداری عجیب داد. چرا نباید اسم اونها ترجمه بشه؟ این تلاش لجبازانه برای تثبیت نام اولین تلاش کشوری بود که سعی داشت از یک انبار غارت شده یک ملت به وجود بیاره. اما داستان پرچم این کشور، یعنی جایی که گسل بحران به شکلی ترسناک روی پارچه خودش رو نشون میده. سرنگ عمودی نارنجی، سفید و سبز. در سال 1959 طراحان پرچم ادعا کردند نارنجی نشون دهنده دشت‌های خشک شمال و پویایی اونه. سبز نشون دهنده جنگل‌های بارونی جنوب و امید به آینده، و سفید میون اونها نماد صلح و وحدته. این در تئوری یک هارمونی زیبا بود، اما در عمل این پرچم به جای یک پارچگی یک نقشه جنگ بود. رنگ سفید میون پرچم به جای اینکه پیوند دهنده باشه به یک مرز تبدیل شد. در جریان بحران‌های سهمگین دهه 90 و 2000
وقتی کشور رسما به دو نیم تقسیم شد، شورشیان مسلمان در شمال خشک خود را در رنگ نارنجی پیدا کردند و ارتش مسیحی و قبایل بومی در جنوب جنگلی زیر سایه رنگ سبز سنگر گرفتند. سفید پرچم هم در خون غوطه ور شد. کار به جایی رسید که در اوج جنگ شستن یا آویختن لباسهایی که با ترکیب رنگ پرچم در مناطق اشتباه قرار داشت میتونست به قیمت جون یک انسان تموم بشه. رنگهایی که قرار بود صلح و یک پارچگی رو روایت کنن به کدگذاری های نظامی برای شناسایی دوست و دشمن تبدیل شد. نام ساحل عاج و پرچم سرنگش داستان غریبی از نمادهایی که قرار بود یک سقف واحد برای بیش از 60 قبیله بسازند. اما در روزهای طوفان هر قوم گوشه ای از این پارچه رو کشید تا اینکه سقف روی سر همشون آوار شد. ساختار قدرت در ساحل عاج با یک واژه زهرآلود، یک اصطلاح برخاسته و یک ایدئولوژی نژاد پرستانه به نام ایور آریته یا همون اصالت عاجی گره خورده. این واژه سمی‌ترین اسلحه در زرادخانه سیاسی این کشور بود. مفهومی که ساختار قدرت رو از یک سیستم دموکراتیک به یک تفنگ سرپر برای شلیک به قلب نیمی از جمعیت کشور تبدیل کرد. تا سال 1993 قدرت در دست یک پیرمرد بود که به روش پادشاهان سنتی حکومت میکرد. اون ثروت کاکائو رو طوری تقسیم میکرد که همه رو راضی نگه داره. اما پس از مرگ او وقتی صندلی ریاست جمهوری در آبیجان خالی شد، وارثان سیاسی اون برای تصاحب قدرت به جون هم افتادن. اونها دیگه پولی برای خریدن وفاداری قبایل نداشتن، چون کاکائو دیگه برای اونا پول تولید نمیکرد. پس تصمیم گرفتن خطرناکترین کار ممکن رو انجام بدن: دستکاری در قوانین بازی قدرت. کنان رئیس جمهور جدید برای حذف رقیب سرسخت خودش واتارا که ریشه در قبایل مسلمان شمال داشت و در خارج از کشور تحصیل کرده بود، این مفهوم رو اختراع کرد: ایو آریته. قانون جدیدی تصویب شد که از این به بعد کسی میتونه کاندید ریاست جمهوری بشه که نه تنها خودش در ساحل عاج به دنیا اومده باشه، بلکه پدر و مادرش هم باید از بومیان اصیل و 100% عاجی باشند. این قانون در ظاهر یک بحث حقوقی ساده بود، اما در عمل معنای ترسناکی داشت. با این فرمول ناگهان نیمی از جمعیت کشور، به ویژه مردم مسلمان و کارگرای مهاجر شمال که نسل‌ها روی زمین کاکائو عرق ریخته بودند، شهروند درجه دو یا حتی غریبه نامیده شدند. ساختار قدرت عملاً اعلام کرد که شمال کشور حق داشتن سهمی در حکومت نداره. قدرت، ثروت و ارتش باید در انحصار قبایل مسیحی و بومی جنوب باقی بمونه. قدرت اونقدر فشرده شد که در سال 1999 با یک کودتای نظامی خونین توسط ژنرالی به نام روبر منفجر شد. ساختار حکومت در ساحل عاج دیگه یک نهاد مدنی نبود، بلکه به یک غنیمت جنگی تبدیل شده بود که هر کسی اسلحه تیزتری داشت اونو تصاحب میکرد. انتخابات سال 2000 به جای اینکه راه حلی برای عبور از بحران باشه، به یک سلاخی خیابونی تبدیل شد. لوران باگبو با شعارهای افراطی ناسیونالیستی قدرت رو گرفت و شکاف میان شمال و جنوب رو عمیق‌تر کرد. حکومت در ساحل عاج داستان سیستمیه که توی اون صندوقهای رأی هرگز برای تجمیع آرای مردم نبوده، بلکه ابزاری بوده برای خط زدن نام بخشی از ملت. وقتی ساختار قدرت مشروعیت خودش رو در نگاه نیمی از مردمش از دست داد، صندلی ریاست جمهوری در آبیجان دیگه یک جایگاه سیاسی نبود، سنگری بود در خط مقدم جنگ برای تصاحبش. یک کشور باید در آتش میسوخت و این
اتفاقی بود که برای ساحل عاج افتاد. برای دهه‌ها مردم ساحل عاج به یک صفت در کل آفریقا مشهور بودند: مهمون نوازترین ها. در زبان جاری خیابون‌های آبیجان کلمه‌ای وجود داره که شخصیت اجتماعی اونها رو خلاصه میکرد: آکوابا، یعنی خوش آمدید. این فقط یک تعارف نبود، یک سبک زندگی بود. جامعه ساحل عاج طوری تربیت شده بود که غریبه ها رو در خودش حل می کرد. در یک محله یک مسیحی بومی جنوب و یک مسلمان مهاجر شمال 50 سال دیوار به دیوار هم زندگی می کردن. بچه هاشون توی یک کوچه خاکالود فوتبال بازی می کردن و در جشنهای مذهبی یکدیگه هم شرکت می کردن. اما شخصیت اجتماعی یک ملت وقتی چرخهای بقا متوقف میشه چقدر دووم میاره. بحران ساحل عاج ثابت کرد که مهربان ترین جوامع نیز وقتی در تله ترس از همدیگه بیفتن چطور پوست میاندازن و عوض میشن. وقتی سیاستمدارا سم تفکیک نژادی رو در رگ‌های جامعه تزریق کردن، اون شخصیت آرام و صلحجو ناگهان جاشو به یک پارادایم شک و هراس داد. جامعه‌ای به شکلی ترسناک غریبه ستیز به وجود اومد که در اواخر دهه 90 صفت عاجی اصیل شد مرز میان مرگ و زندگی. آدم‌ها صبح که از خواب بیدار می شدن دیگه به همسایه‌هاشون به عنوان یه دوست نگاه نمی‌کردن. به اونا به عنوان یک تهدید، یک جاسوس یا یک غاصب خاک نگاه می‌کردن. بحران یک دوگانگی روانی عمیق در شخصیت مردم ایجاد کرد. از یک سو میل شدید به مدرنیته، موسیقی، رقص و فرار از واقعیت‌های تلخ و از سوی دیگه خشمی فرو خورده که با یک جرقه منفجر می‌شد. جوونایی که تا دیروز در کافه ها به دنبال آخرین موسیقی های روز بودن ناگهان به عضویت گروه های شبه نظامی مخوفی مثل جوانان میهن پرست در اومدن. اونها در خیابان ها راه می افتادن و از آبران کارت شناسایی می خواستن. اگه نام فامیل شما متعلق به قبایل شمال نبود یا اگه لهجتون کمی بوی بورکینافاسو میداد، همان خیابانی که روی اون بزرگ شده بودید به مسلخ شما تبدیل میشد. شخصیت اجتماعی مردم ساحل عاج در دوران بحران داستان زخمیه که هرگز کاملا جوش نخورد. مردمی که یاد گرفته بودن با لبخند و رقص در دردهاشون پنهان بشن، در درون خودشون با یک ترومای جمعی بزرگ زندگی میکردن. اونا فهمیده بودن که مرز میان همسایگی و دشمنی حتی از مو هم باریک تره. جامعه ساحل عاج امروز جامعه‌ایه که دوباره میخنده و کلمه آکوابا رو به زبون میاره، اما همیشه چشمانش به دست همسایه است تا مطمئن بشه که پس اون لبخند خنجری پنهان نشده باشه. در اواخر دهه 1980 در میان بوته‌زارهای خشک شهر یاموسوکرو سازه غول پیکر سر به آسمون کشید که چشم جهان رو خیره کرد. بزرگترین کلیسای جهان، حتی بزرگتر از کلیسای سن پیتر در واتیکان. سنگ‌های مرمرش رو از ایتالیا آورده بودن و شیشه های رنگی بزرگش رو از فرانسه. این کلیسا قرار بود شاهکار فرهنگ ساحل عاج و نماد صلح ابدی باشه. اما در همون زمان که ناقوس‌های این بنای عظیم مسیحی به صدا در می اومدن، صدای اذان از مساجد ساده شمال کشور شنیده میشد. تضادی آشکار که نشون میداد فرهنگ و دین توی این خاک برخلاف ظاهر مجللشون در آستانه یک زلزله بزرگ هستند. دین و فرهنگ در ساحل عاج هرگز یک دست نبود. کشور به شکل هندسی میون دو اعتقاد بزرگ تقسیم شده بود: شمال مسلمان که از طریق شاهراهای تجاری صحرا به اسلام پیوسته بود و تحت تأثیر سنت‌های قبایل دیولا قرار گرفته بود، و جنوب مسیحی که تحت تأثیر مبلغان اروپایی شکل گرفته بود.
برای دهه‌ها سنت‌های قبیله‌ای و فرهنگی قدیمی‌تر از اسلام و مسیحیت مانند چسب این دو بخش رو کنار هم نگه داشته بود. سنتی مثل پوانتینش که برای ریش سفیدا باعث شده بود بتونن تمام مسائل رو مسالمت آمیز حل کنن و اختلافات رو پایان بدن. اما با آغاز بحران سیاسی دستهای آلوده به قدرت به سراغ محرابها و منبرها رفتند. دین که تا دیروز بخشی از تنوع فرهنگی کشور بود، ناگهان به یک خطکشی امنیتی تبدیل شد. سیاستمدارای جنوب مسیحیت رو به عنوان مذهب آجیهای اصیل معرفی کردند و اسلام رو به عنوان مذهب مهاجران و بیگانگان قاصب. شمالی ها هم همین خطکشی رو در مورد جنوبی ها داشتن. بحران سنت های فرهنگی رو مسخ کرد. مکانهای مقدس قبیله‌ای که روزی محل آشتی و پیوند بودند به اتاقهای فکر جنگهای چریکی تبدیل شدند. ماسکهای سنتی چوبی که در فرهنگ ساحل عاج روح محافظت از قبیله رو داشت، این بار توسط جوانای شبه نظامی در شبکه‌های تلویزیونی استفاده می‌شد تا وحشت اونا رو بیشتر کنه و برای اونها چیزی به نام قدرت وحشت به وجود بیاره. جنگ داخلی حتی حریم مساجد شمال و کلیساهای جنوب را هم شکست. دیگه ایمان راهی برای نجات نبود، بلکه بهانه‌ای برای شلیک بود. فرهنگ ساحل عاج در دوران بحران داستان تلاشی دردناک برای نجات سنت‌ها از چنگال جنگ بود. کشوری که بزرگترین کلیسای جهان رو ساخت تا نماد صلح باشه، فهمید که صلح نه در ملات مرمرهای گران قیمت وارداتیه، بلکه در احترامیه که به تفاوت‌های ایمانی یکدیگه میذارن. احترامی که در سالهای خون در زیر پوتین‌های جنگ ناپدید شده بود و هنوز هم اثر اون دیده میشه. در سال 2002 وقتی تانک‌ها در خیابان‌های آبیجان چرخ می‌زدند و شهر در محاصره حکومت نظامی و بوی مرگ بود، از کلوب‌های شبانه و کوچه‌های تاریک محله‌های فقیرنشین صدای عجیب و جدیدی به گوش رسید. یک ریتم تند، کوبنده و پر از طعنه که با طبل‌های الکترونیکی و جملات بریده بریده ترکیب شده بود. این صدای تولد سبک موسیقی کپ دکاله بود. در حالی که کشور در حال فروپاشی بود، مردم به شکل جنون‌آمیزی با این موسیقی می‌رقصیدند. این رقص یک جشن شاد نبود، یک نوع شورش روانی علیه بحران بود. هنر در ساحل عاج خط مقدم بقا در روزهای دیوانگی شده بود. زبان رسمی کشور فرانسویه، اما فرانسوی پاریس هرگز نتونست بار سنگین بحرانهای این خاک رو به دوش بکشه. پس در زبان رسمی این کشور فرانسوی عنوان شد، اما در کف خیابونها و در میان خون و بارود مردم زبان جدیدی اختراع کردند. نوشی نوشی ترکیبی از فرانسوی با گویش‌های قبیله‌ای شمال و جنوب بود. این زبان زبان طبقه محروم، شورشیان، فراریان و امثال این افرادی بود که از جنگ فرار می‌کردند. نوشی زبانی نبود که در مدارس تدریس بشه. زبانی بود برای پنهان کردن رازها از دست ارتش و زنده ماندن در پست‌های بازرسی. کلمات در زبان نوشی مثل چاقو تیز نبودند و برای توصیف فقر، خیانت سیاستمداران و حجم وحشت حاکم بر شهرها متولد شده بودند. اما سلاح اصلی مردم در برابر فروپاشی فقط موسیقی بود. در بستر بحران‌های دانشجویی دهه 90 سبک‌هایی شکل گرفته بود که موسیقی معترضی بود که با یک طنز تلخ فساد سیستم رو به ریشخند می‌کشید. وقتی جنگ داخلی رسما کشور رو به دو نیمه تقسیم کرد، خوانندگانی مثل بلوندی، ستاره بین‌المللی سبک رگه، با زبان نوشی و فرانسوی فریاد صلح سر دادند. ترانه‌های اونا در پناهگاه‌ها دست به دست میچرخید. او به سیاستمداران میتوپید و میخوند
جنگ داخلی یک بازی کثیفه که توی اون فقط فقرا میمیرن. از سوی دیگه موسیقی کوپ دکاله با پیشگامی هنرمندی به نام استفان معروف به دوکساگان به مردم یاد داد که چگونه در پناه رقص وحشت شلیک‌های شبانه رو فراموش کنند. این موسیقی میگفت امشب رو طوری برقص که انگار فردایی برای زنده موندن وجود نداره. هنر و زبان در ساحل عاج دوران بحران و داستان ملتی به بند کشیده بود، اما گلوی خود اونا رو قطع نکرد. اونها وقتی دیدن بیانیه‌های سیاسی و مذاکرات صلح هیچ کدوم کارساز نیستن، گیتارها، ریتم‌های کوبنده و واژه‌های ابداعی خیابونی رو به عنوان آخرین سپر دفاعی خودشون در برابر جنون جنگ به کار گرفتن. هنری که از دل خاکستر بحران در اومد تا به جهان ثابت کنه این ملت حتی در لبه پرتگاه هم منجمد نخواهد شد. روی نقشه‌های اداری و دولتی، پایتخت رسمی ساحل عاج یک شهر ساختگی و خلوت به نام یاموسوکروه. شهری با خیابان‌های بسیار پهن، اتوبان‌های خالی و یک کلیسای غول‌پیکر در دل بیابان که اولین رئیس جمهور اون رو در زادگاه قبیله‌ای خودش ساخت تا عظمت رو به رخ بقیه بکشه. اما در سالهای بحران همه میدونستند که این شهر چیزی جز یک ماکت تو خالی نیست. پایتخت واقعی، قلب تپنده و البته اتاق جنگ ساحل عاج آبیجان بود. شهری که آب و هوای شرجی، داغ و خفه کنندش با اتمسفر ملتهب سیاسیش به هم گره خورده بود. تقسیمات کشوری در ساحل عاج یک شوخی اداری بود که به یک خط فرضی به نام خط آتش بس رسما کشور رو به دو تیکه جدا از هم برید. این خط از میون دشت ها و جنگل ها میگذشت و کشور رو به شمال شورشی و جنوب دولتی تقسیم میکرد. مرکز فرماندهی شمال، بواکه، روزی شاهراه تجاری و ریلی به سمت کشورهای همسایه بود. با آغاز بحران به یک دژ نظامی نفوذناپذیر تبدیل شد. شهری تحت کنترل جنگ سالاران با بازارهای سیاه اسلحه و سوخت که اتمسفرش با آبیجان لوکس و ساحلی در جنوب فرسنگ ها فاصله داشت. اما خود آبیجان آینه تمام نمای این تقسیمات زهرآلود بود. این کلان شهر چند میلیون نفری توسط تالاب‌های بزرگ آب شور به بخش‌های مختلف تقسیم شده بود. تالاب‌هایی که در روزهای بحران به جای جاذبه گردشگری نقش خندق‌های جنگی رو بازی می‌کردند. در یک سوی آب محله مرفه و اعیان نشین قرار داشت، منطقه‌ای با ویلاهای مجلل، سفارتخانه‌ها و کاخهای ریاست جمهوری که با دیوارهای بتونی بلند و سربازان گارد ویژه حفاظت می‌شدند. آب و هوای کوکودی همیشه با نسیم خنک اقیانوس آروم به نظر می رسید. اما این آرامش قبل از طوفان بود. کافی بود از روی یکی از پلهای بزرگ آبیجان عبور کنی تا به دنیای دیگه‌ای پرتاب شی. محله آبوبو. آبوبو یکی از محله‌های فقیرنشین، متراکم و به شدت داغ و شرجی بود که اکثریت جمعیت اون رو مسلمونا و مردم اصالتا شمالی تشکیل میدادند. در جریان بحران آبوبو به یک دیگ جوشان در مرکز آبیجان تبدیل شد. محله‌ای که ارتش جنوب جرأت ورود به اونو نداشت و تکتیراندازها از روی پشت بوم‌ها توی اونها سنگر گرفته بودن و به سمت ارتشی‌ها و دولتی‌ها شلیک می‌کردن. آب و هوای ساحل عاج هر سال دو فصل بارونی شدید رو تجربه میکنه. بارانهای سیلاسایی که خاک سرخ کشور رو به گلرودهای روان تبدیل میکنه. اما در سالهای جنگ این بارانها معنای دیگه‌ای داشتن. فصل بارانی یعنی توقف موقتی پیشروی تانک‌ها در گلولای و فصل خشکی یعنی آغاز دوباره شلیک. شهرهای ساحل عاج و جغرافیای شهریش
نه محل آرامش شهروندان، بلکه خطوط شطرنجی یک نبرد خونین بود که توی اونها هر محله، هر پل، هر تالاب مرز میان مرگ و زندگی به شمار میرفت. ساعت 7 عصر در آبیجان زمان ناپدید شد. در سالهای بحران و جنگهای داخلی زندگی روزمره مردم با تیک تیک ساعت تنظیم نمیشه. با ضخامت سایه ها و سرعت تاریک شدن آسمون سنجیده میشه. با غروب آفتاب پایتخت اقتصادی و پرجنب و جوش آفریقا ناگهان مثل یک شهر ارواح منجمد میشد. مغازه‌دارها با عجله کرکرهای آهنی و پایین میکشیدند، تاکسی های نارنجی رنگ با سرعتی جنون آمیز آخرین مسافران رو پیاده میکردند و خیابونها کاملا خالی میشد. حکومت نظامی یک قانون اداری نبود، یک غریزه بقا در سبک زندگی روزمره مردم شده بود. در خانه سبک زندگی به معنای سازگار شدن با فرهنگ اضطرار بود. پنجره ها با ملافه های ضخیم پوشیده میشد تا هیچ نوری به بیرون درز نکنه و توجه گشتی های شبانه یا شبه نظامی های مس رو جلب نکنه. خانواده ها یاد گرفته بودند که صدای رادیو یا تلویزیون رو در پایین ترین حد ممکن نگه دارن. گوش دادن به اخبار حیاتی ترین بخش از زندگی روزمره مردم بود. اما نه برای آگاهی از جهان، بلکه برای فهمیدن اینکه فردا کدام خیابان به دلیل تبادل آتش بسته است و آیا میتونن برای خرید از خونه خارج بشن یا نه. بزرگترین تغییر در سبک زندگی در تعریف ارتباطات اجتماعی رخ داد. در کشوری که مردمش به دور همیهای طولانی شبانه در کافه های خیابانی عادت داشتند، بحران باعث شد این پاتوقها به مکانهای مشکوک تبدیل بشن. مردم همچنان به ماکیس ها می رفتن چون صندلی های پلاستیکی و صدای بلند موسیقی تنها راه فرار از جنون بود. اما شکل معاشرت ها کاملا دگرگون شده بود. چشم ها مدام به در ورودی بود، غریبه ها با سوء ظن برانداز می شدن. صمیمیت قدیمی جای خودشو به یک احتیاط ترسناک و کشنده داده بود. مردم یاد گرفته بودند درباره سیاست، قبیله یا مذهب خودشون حتی با صدای آهسته هم صحبت نکنند. حتی کودکان نیز سبک زندگیشون با بحران گره خورده بود. بازی‌های خیابونی اونها دیگه فوتبال صرف نبود. اونها در کوچه بازی ایست و بازرسی راه مینداختن. ادای سربازایی رو در می آوردن که تفنگ‌های چوبی به دست دارن و از آبران کارت شناسایی میخوان. برای طبقه متوسط و فقیر روزمرگی یعنی دویدن به دنبال نیازهای اولیه در ساختار فروپاشیده اون زمان ساحل عاج. قطع مداوم برق و شبکه آبرسانی زنها رو مجبور میکرد که صبح خیلی زود قبل از شروع درگیری ها با گالون های پلاستیکی زرد رنگ توی صفهای طولانی آب بایستند. سبک زندگی مردم ساحل عاج تبدیل شده بود به دوران بحران و داستان انسانهایی که نمیخواستند تسلیم مرگ بشن و یاد گرفتن که چطور با حداقل امید در میون دیوارهای نامرئی ترس، شایعه و بقای روزانه یک زندگی کاملا موقتی و شکننده رو بتونن حداقل برای خودشون دست و پا کنن. یک ضرب المثل تلخ در میان آشپزهای آبیجان وجود داره که میگن شکم گرسنه تفنگ رو بر میداره اما غذای خوب جنگجو رو زمینگیر میکنه. در ساحل عاج فرهنگ خوراک و غذا خوردن هرگز یک امر فانتزی یا صرفاً چشیدن طعم‌ها نبوده. غذا توی این کشور خط مرزی میون بقا، طبقه اجتماعی و هویت قومیه. فرهنگ غذایی این سرزمین مثل سیاستش در میان دو قطب شمال خشک و جنوب بارانی تقسیم میشه. اما یه بشقاب غذای ملی هم وجود داره که همه برای مدتی کوتاه دور اون سلاح‌ها رو فراموش میکنن.
غذایی به نام آچکه. آچکه پادشاه سفره‌های ساحل عاجه. مانیوک یا همون کاساوا رو رنده میکنن، میذارن چند روز تخمیر بشه. سپس اونو بخارپز میکنن تا چیزی شبیه به طعمی ترش و منحصر به فرد به دست بیاد. آچکه در طول سالهای بحران غذای نجات دهنده یک ملت بود. ارزان، ماندگار و اثر بخش. در روزهایی که شهرها در محاصره بودند و کامیونهای حمله بار نمیتونستن از خطوط جنگی عبور کنند، این زنان ساحل عاج بودند که توی حیات خونه هاشون مانیوک رو میکوبیدن تا شکم فراریان جنگ رو سیر کنن. آچکه با ماهی سرخ شده و سس بسیار تند فلفل تنها چیزی بود که ثروتمندا رو در یک تجربه مشترک با بقیه جامعه به هم وصل میکرد. اما در فرهنگ خوراک این کشور یک تضاد جهانی و جنون آمیز وجود داره که بوی بحران میده: کاکائو. ساحل عاج بزرگترین تولید کننده کاکائو در جهانه. یعنی بخش بزرگی از شکلات‌های لوکس و شیرینی‌هایی که مردم در پاریس، نیویورک و توکیو میخورن از دستان دهقانان این کشور بیرون میاد. اما اگه در اوج بحران به روستاهای کشت کاکائو در غرب کشور میرفتید، با پدیده‌ای تکان دهنده روبرو میشدید. بچه ها و کشاورزانی که تمام عمرشون رو روی درختان کاکائو عرق ریخته بودن، هرگز در زندگیشون طعم یک تکه شکلات رو تا حالا نچشیده بودن. کاکائو برای اونها یک خوراک نبود، یک نفرین صادراتی بود که جنگ سالاران برای خرید اسلحه زمینهاشون رو به توبره میکشیدن. در عوض در کافه‌های خیابونی یا همون ماکیس ها غذای دیگه‌ای به نام آلوکو یا همون موز سبز سرخ شده در روغن در کنار خوراک کتجونو که یک نوع خورشت مرغ تنده و ساعتها در ظرف سفالی دربسته روی زغال میپزه سرو میشه. فرهنگ خوراک توی ساحل عاج در دوران بحران داستان تلاشی مداوم برای حفظ دور همیهای خانوادگی بود. در روزهایی که بوی بارود هوا رو مسموم کرده بود، بوی زغال ماکیس ها و عطر خورش های تند تنها پناهگاهایی بود که به مردم یادآوری میکرد شما هنوز زنده اید، هنوز انسانید و هنوز میتونید دور یک کاسه مشترک با وجود تمام کینه ها در کنار هم بشینید. در تمام سالهایی که شهرهای غرب آفریقا در تاریکی، قحطی و کودتا غرق بودند، آبیجان مثل یک ویترین شیشه‌ای پرزرق و برق می درخشید. در منطقه اداری و تجاری شهر، آسمون خراش‌های شیک بتونی به آسمون کشیده شده بودند. بانک‌های فرانسوی دفاتر مجلل داشتند و کت‌شلواری‌ها در رستوران‌های گران قیمت با شرابی که صبح همون روز از پاریس با پرواز رسیده بود تجارت می‌کردند. به اینها می‌گفتند منحتن آفریقا. اینجا اقتصاد درخشان بود و یک تله بزرگ تاریخی بود. زیرساخت این ثروت روی گسل یک تبعیض طبقاتی هولناک بنا شده بود که با اولین تکون کل کشور رو به غرب و بحران کشید. واحد پول کشور فرانک CFA، پولیه که ارزش اون توسط بانک مرکزی فرانسه تضمین میشه. این پول برای دهه‌ها ثبات اقتصادی ایجاد کرد و مانع از ابرتورم‌های رایج در بقیه کشورهای آفریقا شد. اما این کار بهایی بسیار سنگین داشت. اقتصاد ساحل عاج عملاً در اسارت استعمارگر سابق خودش باقی موند. تمام سود حاصل از صادرات پیش از اون که به دست مردم برسه از فیلتر شرکت‌های چند ملیتی عبور میکرد. پول وجود داشت اما این پول هرگز به پایین ترین لایه های اجتماعی و جامعه تزریق نمیشد. طبقه اجتماعی در ساحل عاج با دو چیز تعریف می شدن:
ریشه قومی و مالکیت زمین. ثروت اصلی کشور یعنی مزارع پهناور کاکائو و قهوه در انحصار طبقه حاکم و قبایل بومی جنوب بود. در مقابل میلیون‌ها کارگر مهاجر مسلمان شمال و کشورهای همسایه طبقه فرودست رو تشکیل میدادند. اونها نسل در نسل زیر آفتاب سوزانجان میکندند و عرق میریختند، اما بر اساس ساختار اقتصادی کشور حق نداشتند صاحب قانونی اون زمین ها باشند. اونا فقط دستهای کارگری بودند که ثروت رو برای بانک های آبیدجان تولید میکردند. وقتی در اواخر دهه 80 قیمت جهانی کاکائو نصف شد، لایه نازک رفاه در طبقه متوسط تم فرو ریخت. دولت دیگه پولی برای پرداخت حقوق کارمندا و معلما نداشت. ناگهان نقاب اقتصاد لوکس افتاد و تفاوت طبقاتی به یک اسلحه تبدیل شد. سیاستمدارا برای فرار از پاسخگویی درباره فساد مالی خودشون گناه این ورشکستگی رو به گردن طبقه فرودست و مهاجر انداختن. میگفتن اونها ثروت ما رو دزدیدن. بحران اقتصادی طبقات اجتماعی رو رو در روی همدیگه قرار داد. جوانان بیکار محله های فقیرنشین که دیگه هیچ امیدی به آینده نداشتن فهمیدن که توی این ساختار تفنگ سریعترین راه برای جابجایی طبقه اجتماعیه. پیوستن به گروه های شبه نظامی یا ارتش های چریکی یک انتخاب ایدئولوژیک و یک شغل روزمره بود. اقتصاد ساحل عاج در دوران بحران داستان جزیره ثروتمندیه که یاد گرفته بود ثروت بدون عدالت چیزی جز یک ویترین شکننده نیست. عمارتی که وقتی ستونهاش از فقر توده ها لرزید، آسمون خراشهاش زودتر از خونه های حلب پوشش به خاکستر تبدیل شد. یک دونه شکلاتی که در دستان شما آب میشه برای ذوب کردن یک کشور کافیه. در دنیای تجارت بین الملل ساحل عاج یعنی کاکائو، یعنی تأمین کننده بیش از 40% از طلای قهوه‌ای رنگ جهان. اما در تار و پود این صنعت و این منبع طبیعی بی‌نظیر داستانی از زنجیر، خون و بحران نهفته است. در این سرزمین مزارع وسیع کاکائو هرگز صرفاً یک منبع درآمد ملی نبودند. اونا سوخت اصلی موتور جنگ داخلی و عمیق‌ترین گره استثماری در ساختار این کشور بودند. بحران منابع در ساحل عاج از درختان کوتاه و همیشه سبز کاکائو در غرب کشور آغاز میشه. جایی که جنگل‌های بکر و بارونی دهه‌ها پیش تار و مار شد تا خاک سرخشو به دست کارگرای ارزون قیمت مهاجر بسپره و باعث به وجود اومدن جنگل‌هایی از درخت کاکائو بشه. وقتی جنگ داخلی در سال 2002 شعله‌ور شد و کشور به دو نیم تقسیم شد، خطوط صادرات این منابع هم تغییر شکل داد. در جنوب دولت لوران بنادر آبیجان و سن پدرو رو در دست داشت و مالکیت کاکائو رو مستقیما خرج خرید تانک ها و هلیکوپترهای جنگی از شرق اروپا میکرد. در شمال شورشیان مسلح که خودشون رو نیروهای نوین مینامیدند کنترل بخش بزرگی از مزارع رو به دست گرفته بودند. اونها دانه های کاکائو رو به صورت قاچاق از مرزهای غنا و بورکینافاسو خارج میکردند و با پول حاصل از اون کلاشینکوف و فشنگ میخریدند. جهان مدرن شکلاتش رو میخواست و براش مهم نبود که این دانه تلخ و شیرین با دستمزد ناچیز کارگران خردسال و زیر سایه لوله تفنگ برداشت شده. کاکائو به جای اون که ثروت بیاره جنگ رو خودکفا کرده بود. تا زمانی که درختان کاکائو و میوه میدادن هر دو طرف جنگ پول کافی برای کشتن همدیگه داشتن و این یک منبع بی پایان برای ادامه جنگ بود. اما این تمام ماجرای منابع نیست. در اعماق خلیج گینه در آبهای ساحلی کشور منابع نفت و گاز جای خودش رو پیدا کرده.
منبعی که در دوران بحران به یک تناب نجات برای حکومت‌های مستقر تبدیل شد تا وفاداری ارتش رو به وسیله اون بخرند. از سوی دیگه در معادن جنگل‌های شمال و غرب الماس هم وجود داره. الماس‌های خونین که سازمان ملل متحد مجبور شد صادرات اونا رو ممنوع کنه، چرا که این سنگ‌های درخشان مستقیما به رگبار گلوله‌ها تبدیل می‌شدن. صنعت و صادرات در ساحل عاج آینه تمام نمای یک پارادوکس دردناکه. کشوری که بنادرش از بار کشتی‌های غول‌پیکر حامل کاکائو، قهوه، چوب و نفت سنگین شده، مردمش توی فقر و ناامنی دست و پا میزنن. منابع طبیعی در این خاک به جای اون که اهرمی برای توسعه و رفاه باشه، به غنیمت‌های جنگی تبدیل شده که جنگ سالاران و شرکت‌های چند ملیتی بر سر تصاحبشون یک ملت رو گروگان گرفته بوده. این داستان سرزمینیه که ثروت خاکش بزرگترین تهدید برای امنیت پیاده‌روهاش بود. در دپارتمان آفریقای وزارت امور خارجه در پاریس یک واژه وجود داشت که برای چندین دهه دکترین پنهان فرانسه در قاره سیاه رو تعریف میکرد. فرانس آفریک. این واژه نام یک سیستم نامرئی از نفوذ، رشوه، شبکه جاسوسی و مداخلات نظامی بود. قلب تپنده، ویترین و مرکز فرماندهی این سیستم در تمام غرب آفریقا یک جا بود، آبیجان. نقش ساحل عاج در سیاست جهانی هرگز یک نقش مستقل نبود. این کشور مهره شطرنجی بود که با حرکتش کل تعادلات استراتژیک یک قاره جابجا میشد و همین موقعیت تله اصلی بحران اون کشور شد. برای جهان ساحل عاج لنگرگاه ثبات غرب آفریقا بود. هر زمان که در همسایگیش در لیبریا یا سیرالئون جنگ‌های داخلی هولناک رخ میداد، این آبیجان بود که میانجیگری میکرد و این جنگ رو به پایان میرسوند. اما این چهره صلح طلب یک روی تاریک داشت. اولین رئیس جمهور کشور بوانی عملاً ژاندارم فرانسه در منطقه بود. کاخ ریاست جمهوری اون پناهگاه امنی برای توطئه‌های پاریس علیه حکومت‌های مستقل در آفریقا بود. از همین خاک تسلیحات و پول برای کودتاچیان در سراسر قاره ارسال میشد. ساحل عاج حیات خلوتی بود که منافع نفتی و تجاری فرانسه در آفریقا رو گارانتی میکرد. اما زمانی که بحران داخلی در سال 2002 منفجر شد، این نقش وابستگی مثل یک خنجر به پشت کشور نشست. سیاست جهانی دیگه نتونست تماشاگر بمونه. کشور به دو نیم تقسیم شده بود و ناگهان ارتش فرانسه به بهانه محافظت از شهروندان غربی نیروهای خودش رو در خط فاصله شمال و جنوب مستقر کرد و نام این عملیات رو گذاشت لیکورن. اما برای مردم ساحل عاج این نیروها فرشته نجات نبودند. اونها پاسبانهای یک بنبست طولانی بودند. ارتش فرانسه طوری روی مرز دو تکه شده کشور ایستاد که نه شورشیای شمال بتونن پیشروی کنن، نه ارتش از جنوب بتونه اونا رو سرکوب کنه. بحران عملا توسط قدرت‌های جهانی به سرکردگی فرانسه مدیریت و منجمد شد تا منافع شرکت‌های شکلات‌سازی به خطر نیفته. اوج این درام بین‌المللی در سال 2011 رخ داد، وقتی انتخابات ریاست جمهوری به یک بنبست خونین تبدیل شد و لوران باگبو حاضر نشد قدرت رو به واتارا کاندیدای مورد حمایت غرب تحویل بده. ناگهان آبیجان به صحنه جنگ جهانی سوم در ابعاد کوچیک تبدیل شد. کلاهابیای سازمان ملل و تانک‌های ارتش فرانسه وارد معرکه شدند. هلیکوپترهای جنگی فرانسه کاخ ریاست جمهوری ساحل عاج رو بمبارون کردند تا باگبو از سنگرش بیرون بیاد.
نقش ساحل عاج در سیاست جهانی داستان تلخ کشوریه که فهمید وقتی بندهای نفوذ استعماری چنان عمیق در گوشت و پوست و سیاست ریشه دوونده باشه، حتی حق نداری بحرانهات رو خودت حل و فصل کنی. صندلی قدرت تو این کشور نه در صندوقهای رأی محله‌های آبیجان، بلکه در راهروهای سازمان ملل و کاخ الیزه تعیین تکلیف میشه. کشوری ثروتمند که استراتژیک بودنش اون رو به میدان جنگ نیابتی بین سایر قدرت‌ها تبدیل کرده که توی سازمان ملل و توی پاریس برای اونها تصمیم‌های خونین گرفته میشه. یک ضرب المثل عاجی میگه وقتی دوتا فیل با هم میجنگن، این علف‌ها هستن که لگدمال میشن. در سال 2002 دو فیل قدرتمند در ساحل عاج به هم رسیدند و زیر پای اونها یک ملت برای نزدیک به یک دهه له شد. 19 سپتامبر سال 2002 شبی بود که تاریک ترین صفحه تاریخ این کشور ورق خورد. در حالی که آبیدجان در خواب بود، صدای شلیک های هماهنگ و انفجارهای پیاپی سکوت شب رو شکست. یک کودتای نظامی شکست خورده ظرف چند ساعت به یک شورش سراسری تبدیل شد و کشور مانند یک تکه شیشه از وسط ترک خورد. جنگ داخلی آغاز شده بود. شورشیان شمال که خودشون نیروهای نوین نامگذاری کرده بودند، نیمی از کشور رو در چند روز تصاحب کردند. صلح تصنعی 30 ساله دود شد و به هوا رفت. تاریک ترین دوره تاریخ ساحل عاج، دوره شایعه، ایست بازرسی و بدتر از همه گورهای دست جمعی. در هر چند کیلومتر از جاده کشور یک مانع چوبی یا بتونی قرار داشت که پشت اون جوانانی با چشمانی سرخ و کلاشینکوف‌های زنگ زده ایستاده بودند. عبور از این پست‌های بازرسی یک رولت روسی بود. اگر نام قبیلت با گرایش سیاسی توی اون منطقه همخونی نداشت، جاده پایان زندگیت بود به صورت قطعی. اما جنون اصلی در سال 2010 رخ داد. دوره‌ای که بحران دو رئیس جمهور معروف شد. انتخابات برگزار شده بود، سازمان ملل واتارا رو برنده اعلام کرد. اما لوران باگبو رئیس جمهور مستقر گفت من صندلی رو تحویل نمیدم. نتیجه این لجبازی سیاسی تبدیل شدن پایتخت اقتصادی کشور به یک سلاخونه بزرگ خونین رنگ بود. برای چندین ماه آبیجان عملاً محاصره شد. نبرد خیابونی به پشت در خونه ها رسید و در محله آبابو زنان معترضی که دست خالی به خیابون اومده بودند توسط تانک های ارتش بیرحمانه به رگبار بسته شدند. بوی اجساد رها شده در پیاده‌روها با بوی بارود و مزارع کاکائو ترکیب شده بود و در غرب کشور یک قتل عام وحشتناک رخ داد. در عرض چند روز بیش از 800 انسان بیگناه تنها به دلیل هویت قومیشون با قمع و تفنگ توسط نیروهای مهاجم شمالی قطعه قطعه شدند و به عنوان لطف اونها رو در گورهای دست جمعی فرو ریختن. این تاریک ترین دوره تاریخ ساحل عاج بود. داستان سقوط معجزه‌ای که جهان به اون افتخار میکرد. توی اون سالها مردم این کشور فهمیدن که چطور زیر سایه بمباران هلیکوپترهای فرانسوی، شلیک موشک‌های کاتیوشا در خیابان‌های مسکونی و قمه‌های تیز همسایگان شمالی مسلمون، تمام دستاوردهای یک تمدن مدرن میتونه ظرف چند هفته نابود بشه. جنگی که توی اون هیچ برنده‌ای وجود نداشت. چرا که وقتی تفنگ‌ها سرانجام در سال 2011 خاموش شدن، آنچه باقی مونده بود کشوری بود با هزاران گور بینام و نشان و روحی که عمیقا زخمی شد و تا ابد تغییر شکل پیدا کرد. در کشوری که روی گسل بحران زندگی میکنه،
معروف بودن یک فانتزی در دنیای رسانه نیست، یک بار سنگین هویتیه. در ساحل عاج معروفترین آدم ها کسایی نیستن که فقط در رشته خودشون به اوج رسیدن، بلکه کسایی هستند که ملت در لحظات فروپاشی چشم به دهان یا دستان اونا دوخت تا راهی برای نجات پیدا کنه. نام 3 نفر در این میون با تار و پود بحران و عبور از بحران این سرزمین گره خورد. اولین نام رو تمام دنیا میشناسه، دیدی دروگبا. اون فقط یک مهاجم زهرآلود در زمین فوتبال نبود. اون برای ساحل عاج یک نماد آشتی ملی بود. دروگبا در جنوب کشور و در میون قبایل مسیحی به دنیا اومد، اما محبوبیتش مرزهای خطوط ساحل عاج رو شکست و به شمال کشور هم رسید. در روزهایی که سیاستمدارا کشور رو تکه تکه میکردن، اون تنها کسی بود که کلماتش هم در شمال شورشی وحشی خریدار داشت و هم در جنوب دولتی سرکوبگر. وقتی اون در سال 2007 اصرار کرد که بازی تیم ملی به جای آبیجان در شهر بوآکه برگزار بشه، بوآکه پایتخت شورشیان شمال بود. در واقع داشت با پاهاش روی خطوط نامرئی جنگ راه میرفت تا به مردم بگه ما هنوز یک ملتیم. اون با فوتبال باری از روی زمین برداشت که ژنرال های ارتش از حمل اون عاجز بودن. نام دوم بلوندیه، صدای معترض و حنجره زخمی ساحل عاج. این ستاره بزرگ موسیقی از پدری مسلمان و مادری مسیحی متولد شد، یعنی خودش به تنهایی پیوند 2 نیمه جدا شده کشور بود. بلوندی در تمام سالهای سیاه جنگ، وقتی که زبان رسمی کشور زبان گلوله بود، با زبان خیابونی نوشی خشم و درد مردم رو فریاد میزد. ترانه های اون مثل بیانیه های ضد جنگ در خانه ها و پناهگاه ها صدا میکرد. او به جای مدح حکام رو به سیاستمداران منفعت طلب میخوند و میگفت شما صلح رو در هتل‌های لوکس اروپا امضا میکنید، اما بوی خونش به مشام ما در پیاده‌روهای آبیجان میرسه. و نام سوم زنیه که نامش با هنر و در عین حال ترومای جنگ پیوند خورده. مارگارت ابو. اون نویسنده که با خلق مجموعه کمیک بوک های معروف آیا از پوگون تصویر دیگری از کشورش به جهان مخابره کرد. مارگارت با قلمش زندگی روزمره، عشقها، شوخیها و فرهنگ مردم محله فقیرنشین آبیجان رو پیش از آغاز جنگ به تصویر کشید. اون یک نوستالژی عمیق و دردناک برای ملتی ساخت که خونه هاشون ویران شده بود. اون به مردم یادآوری کرد که اونها پیش از این بحران و پیش از اینکه شورشیان شمالی یا سربازهای جنوبی باشن، انسانهایی هستند که با آرزوهای ساده زندگی میکردن و احساس خوشبختی میکردن. معروفترین آدمای ساحل عاج داستان چهرهاییه که از زیر شنل جنگ و بحران بیرون اومدن. اونها تفنگ به دست نگرفتن، اما هر کدوم با توپ فوتبال، حنجره معترض و قلم خودشون سنگری ساختن تا صلح و هویت غارت شده این سرزمین رو در روزهایی که همه چیز در حال سقوط بود زنده نگه دارن. و این بزرگترین وظیفه انسانی فردیه که بتونه به شهرت برسه. اگه دوربین یک کارگردان سینما بر فراز آبیجان به حرکت در بیاد، اولین تصویری که ثبت میکنه تلاقی جنون‌آمیز آسمان خراش‌های بتونی با آبهای راکت و تیره تالابه. تصویر سینمایی ساحل عاج تصویر یک نئورئالیسم آفریقاییه، جایی که خط ساحلی مجلل با نخل‌های بلند سر به فلک کشیده بلا فاصله به محله‌های متراکم حلب پوش و کوچه‌های سرخ و گلی ختم میشه. طبیعت توی این کشور هرگز یک پس زمینه بی صدا نبوده، بلکه خودش یکی از شخصیت‌های اصلی و پر التهاب داستانه.
عجیبترین و دراماتیک ترین جاذبه طبیعی کشور در پارک ملی تای پناه گرفته. این پارک ملی یکی از آخرین بازمانده های جنگل های بارانی انبوه و ما قبل تاریخ در غرب آفریقاست. درختان غول‌پیکر با ارتفاعی بیش از 40 متر که چتر سبزشون چنان فشرده است که نور آفتاب به سختی به کف جنگل میرسه. در سینمای مستند جهان این جنگل به خاطر شامپانزه های فوق‌العاده باهوشش که از ابزارهای سنگی استفاده میکنند و همه رو متحیر میکنند شناخته میشه. اما در زمان جنگ داخلی این طبیعت بکر و نفوذناپذیر تبدیل به یک گره کور امنیتی شد. جنگل‌های تای قاب سینمایی یک کابوس بودند، مخفیگاهی برای شورشیان و شاهراهی تاریک برای قاچاق اسلحه از مرزهای لیبریا. جایی که طبیعت رازهای خونین جنگ رو میون مه غلیظ و درختان کهنسال خودش دفن میکرد. در مقابل این اتمسفر تصویر سینمایی ساحل گرند بسام قرار داره. شهری ساحلی در شرق آبیجان که معماری استعماری و متروک فرانسویش زیر رطوبت شدید و هجوم ماسه‌های دریاها در حال پوسیدنه. ساختمون‌های فرمانداری قدیمی با دیوارهای پوسته پوسته شده و پنجره‌های شکسته که موج‌های سنگین خروشان اقیانوس اطلس به اونها میکوبند و باعث شده این جغرافیا لوکیشن فیلم‌های ترسناک و نوستالژیک قدیمی رو به وجود بیاره. در سال 2016 همین ساحل آروم صحنه یک تراژدی سینمایی واقعی شد. وقتی مهاجمای مسلح به روی توریست ها و مردم عادی آتش گشودند و خون ماسه های طلایی بسام رو سرخ کرد. تصویر سینمایی ساحل عاج داستان تضادهای شدیدیه که دوربین رو از مزارع بی انتها و منظم کاکائو در غرب که زیر آفتاب در حال سوختن هستن کات میزنه و به خیابونهای شلوغ آبیجان که شبها زیر نور نئونها میرقصه و دود کبابهای خیابونی به اونها جان میده. طبیعت و جاذبه های این سرزمین زیبایی خیره کننده ای داره، اما این زیبایی همیشه به طعم تعلیق هراس هم همراهه. مثل راه رفتن روی ماسه های ساحل زیبا که در حالی که میدونی چند کیلومتر بالاتر جنگل ها هنوز دارن زخم های یک بحران تاریخی رو از شما پنهان میکنن، ولی با این که میدونی سعی میکنی چشمات رو ببندی چون شما یک ساحل عاجی نیستی. ورزشگاه ملی آبیجان پیرامون تالاب‌های بزرگ شهر در روزهای مسابقه یک زمین فوتبال نیست، یک دیگ جوشان روانپریشه. در ساحل عاج فوتبال تنها پدیده‌ایه که سرعتش از سرعت شلیک گلوله بیشتره. وقتی تیم ملی ملقب به فیلها پا به چمن میذاره، ضرباهنگ نفس‌های یک ملت عوض میشه. در سالهای بحران فوتبال برای مردم این سرزمین یک سرگرمی نبود، یک دریچه تخلیه برای جامعه‌ای در آستانه جنون بود و البته تنها جایی که شمال و جنوب برای 90 دقیقه تفنگاشون رو به سمت یک هدف مشترک نشونه میرفتن. جنون فوتبالی این کشور با یک وحشت تاریخی در سال 2000 گره خورده. پس از اون که تیم ملی در جام ملت‌های آفریقای اون سال در همون مرحله اول حذف شد، ژنرال روبر دیکتاتور نظامی وقت کاری کرد که تمام جهان رو شوکه کرد. او که شکست در فوتبال رو یک خیانت ملی در دوران بحران میدونست، دستور داد کل اعضای تیم ملی رو با هواپیمای نظامی دستگیر کنند و به پادگان مخوف ارتش در شهر سرسخت یاموسوکرو ببرند. بازیکنان روزها در چادرهای نظامی محبوس بودند و ژنرال با اونا میگفت شما باید نظم، عرق ریختن و معنای پرچم رو یاد بگیرید. این خط باریک میون فوتبال و بقای سیاسی در ساحل عاج بود. اما همین زمین فوتبال
در سال 2015 به صحنه یک بازسازی روانی بزرگ برای این کشور تبدیل شد. کشور پس از 2 جنگ داخلی ویرانگر خسته، تکه تکه و ناامید بود. گسست‌های اجتماعی چنان عمیق بود که هیچکس باور نداشت این جامعه دوباره جوش بخوره به هم دیگه. در چنین اتمسفری فیل‌های نارنجی پوش به فینال جام ملت‌های آفریقا رسیدند. بازی به ضربات پنالتی کشید، طولانی ترین و نفسگیرترین ضربات پنالتی تاریخ. وقتی دروازه‌بان ساحل عاج بوبکر باری پنالتی آخر رو گل کرد و کشور رو به قهرمانی رسوند، اتفاقی باور نکردنی و فراتر از ورزش رخ داد. مردم در محله های فقیرنشین در شمال و ویلاهای لوکس در جنوب همزمان به خیابون ها ریختند و در اون شب مردمی که سالها به روی هم شلیک کرده بودند یکدیگر رو در آغوش کشیدند و اشک ریختند. ورزش در فرهنگ ساحل عاج تنها رشته پیوند دهنده‌ای بود که سیاستمداران نتونستند اون رو قطع کنند. در سرزمینی که همه چیزش از زبان، دین، جغرافیا و اقتصاد به ابزاری برای تفرقه و بحران تبدیل شده بود، 90 دقیقه دویدن دنبال یه توپ چرمی تنها معجزه‌ای بود که به اونها یادآوری میکرد زیر این پوسته زخمی و کینه های قبیله‌ای قلب ملتی میتپه که هنوز رویای یک پارچگی رو در سر داره و فوتبال بارها این هدیه رو به این کشور عجیب بخشیده و این کشور خودش رو مدیون فوتبال و مدیون صلح دوستی اون میدونه. اگه نام ساحل عاج رو توی موتورهای جستجوی اخبار جهان در 2 دهه گذشته سرچ بکنی، الگوریتم ها فوراً یک آلبوم تصویری ثابت و تکراری رو جلوت ورق میزنن. تصاویری از سربازان خسته با کلاشینکوف در دست، خیابونهای شرجی و پر از دود آبیجان، تیترهای ترسناک درباره جنگ کاکائو و البته فریم‌های حماسی از دیدی دروگبا در حال فریاد شادی. جهان مدرن و غربی عادت کرده که به ساحل عاج از پشت چشمی یک دوربین عکاسی حادثه جو نگاه کنه. تصویر سرزمینی که همیشه در یک قدمی سقوط یا در حال پاک کردن خون از پیاده روهاش بوده. این پورتریه که جهان از این کشور توی ذهن خودش ساخته. یک بحران ابدی آفریقایی. اما این تصویر چقدر به واقعیت روی زمین نزدیکه؟ حقیقت اینه که جامعه امروز ساحل عاج در یک تناقض روانی شدید تعریف میشه. از یک سو کمپانی‌های بزرگ شکلات‌سازی در زوریخ و پاریس این کشور رو صرفاً به چشم یک مزرعه بزرگ و بی‌انتها می‌بینن، مکانی که باید همیشه آروم باشه تا دونه‌های کاکائو به موقع سوار کشتی‌ها بشن. برای اونها ثبات در ساحل عاج یک ارزش انسانی نیست، یک ضرورت تجاریه. تصویر کشور در ذهن وال استریت نوسان قیمت طلا و کاکائوه، نه عمق دردهای جامعه‌ای که داره تلاش میکنه از زیر آوار 2 جنگ داخلی کمر راست کنه. در سوی دیگه برای بقیه قاره آفریقا ساحل عاج هنوز یک تماشاخانه غریبه. همسایگانش به آبیجان نگاه میکنن و شهری رو میبینن که با وجود تمام ترکش ها دوباره آسمون خراشهاش رو سرپا کرد، پلهای قول پیکرش رو روی تالاب ها بازسازی کرد و مهد موسیقی و زبان خیابانی کل قاره آفریقاست. اونها با تعجب به این سرزمین مینگرند، کشوری که تا دیروز در آستانه تجزیه و نابودی کامل بود امروز چطور دوباره با این سرعت به عنوان لوکوموتیو اقتصادی غرب آفریقا در حال جلو رفتنه و با سرعتی که کسی باورش نمیشه. این تصویر دوگانه بار سنگینیه که مردم ساحل عاج هر روز اونو به دوش میکشن. اونها میدونن که جهان فراتر از ایستهای بازرسی و درگیریهای سیاسی سالهای گذشته
هرگز تلاش روزمره یک ملت برای بقا و آشتی رو به رسمیت نمیشناسه و نخواهد شناخت. تصویر ساحل عاج در ذهن جهان امروز داستان قضاوت‌های شتاب زده غریبه هاست. غریبه هایی که فقط صدای شلیک گلوله ها رو شنیدند، اما هرگز نفهمیدند این مردم با چه وسواسی تکه پاره های هویت غارت شدهشون رو از کف خیابون ها جمع کردند تا سرزمینی بسازند که امروز فراتر از تمام کلیشه های جنگ زدگی دوباره بایسته و نفس بکشه، کاری که با موفقیت اون رو انجام دادن. بارون که میباره، خاک سرخ آبیجان بوی عجیبی به خودش میگیره. بوی مزارع دوردست کاکائو، بوی شرجی تالاب و بوی خاکی که برای یک دهه بیش از آنکه آب به خودش جذب کنه خون نوشیده. امروز اگه توی پیاده‌روهای محله‌های قدیمی قدم بزنی، صدای خنده بچه‌ها رو میشنوی که روی خطوط سیمانی که زمانی سنگرهای قدیمی بود بازی میکنن. شهر راه افتاده، دکانها باز شدن و ترانه‌های محلی از بلندگوها فریاد میکشن. همه چیز شبیه به یک زندگی عادیه، اما این آرامش لایه نازک روی قلبیه که هنوز از وحشت شبهای شلیک میلرزه. ساحل عاج پیرمردی خسته است که روی صندلی پلاستیکی یک کافه خیابونی نشسته، به دود سیگارش خیره شده و به همسایش نگاه میکنه. همسایه‌ای که شاید 15 سال پیش تفنگش رو به سمت اون نشونه رفته بود. اونها امروز با هم دست میدن، با هم آچکه میخورن و به یکدیگر لبخند میزنن. این بزرگترین و غمناکترین دستاورد این ملته. انتخاب فراموشی برای ادامه دادن به زندگی. اونها یاد گرفتن کینه ها رو در عمیق ترین چاه های وجودشون دفن کنن. نه به این خاطر که گذشته رو بخشیدن، بلکه به این خاطر که فهمیدن بهای کینه نابودی فرزندیه که فردا باید به مدرسه بره. این سرزمین معجزه‌ایه که از جهنم بازگشته. کشوری که تکه تکه شد، پرچمش به خون آلوده شد، پای تختش به بزرگترین مسلخ تبدیل شد و تا لبه پرتگاه نیستی و نابودی پیش رفت. اما در آخرین ثانیه دست برادرش رو گرفت تا با هم سقوط نکنن. روی سینه این مردم پر از پوسته های زخیم زخم هاییه که هرگز کاملا خوب نشده و نخواهد شد. زخم گورهای دست جمعی غرب، زخم زنان سیاه پوش به رگبار بسته شده و زخم سرزمینی که ثروتش باعث نفرینش شده. غروب که میشه، پیرمرد نگاهش رو از همسایه ها میگیره و به افق سرخ اقیانوس اطلس زل میزنه. موجهای سنگین به صخره ها میکوبند و باز میگردن. مرد دستش رو روی سینه‌ش میذاره، جایی که قلب ساحل عاج توی اون میتپه. ملتی که یاد گرفت چطور در میانه خاکستر به دنبال یک تکه امید بگرده. چطور زانو بزنه و التماس کنه تا تفنگ‌ها رو خاموش کنند. و چطور پس از طوفان دوباره در کنار هم سرود آزادی بخونن. اونها از لبه تاریکی عبور کردند، زخمی، خسته، اما با دستانی گره خورده در دست یکدیگر، زیر سایه فیلهای نارنجی رنگ در خاکی که هنوز بوی باران و بقا میده. سپاسگزارم که تا اینجا همراه ما بودید. من کیارش هستم و اینجا کیامدیا بود.